سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: ده‌ها شهید، زخمی و ناپدید در پی وقوع سیلاب‌های مرگبار در نورستان. ترمیم 293 اراده وسایط نظامی نیمه خراب و از کار افتاده در 3 ماه گذشته توسط قماندانی خوست. و پیشرفت 50% در کار ساخت پروژه بزرگ پل هوایی چهارراهی برکی در کابل. امروز سه‌شنبه 30 ماه سرطان سال 1405 خورشیدی. در ادامه مشروع خبرها: سیلاب‌های ویرانگر روز گذشته سال روان خورشیدی در پارون مرکز ولایت نورستان سرازیر شده که در اثر آن خسارات جانی و مالی گسترده را برای هموطنان در این ولایت وارد کرده است. حافظ محمد یونس حماد سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که بر اساس آمارهای ابتدایی 10 تن در سیلاب‌های عصر روز گذشته در پارون مرکز ولایت نورستان شهید، حدود 80 تن زخمی و بیش از 100 تن دیگر مفقود شدند و گفته وی عملیات نجات و جستجوی افراد همچنان ادامه دارد. وزارت امور داخله در خبرنامه گفته است که منصوبین ورکشاپ ترمیم وسایط قماندانی امنیه ولایت خوست در 3 ماه گذشته 293 اراده وسایط نظامی نیمه خراب و از کار افتاده را ترمیم و دوباره قابل استفاده ساختند. بر اساس این خبرنامه وسایط ترمیم شده شامل رنجرها و تانک‌های هاموی است که پس از ترمیم به قطعات مربوطه سپرده شدند تا در اجرای امور و تامین نیازمندی‌های عملیاتی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان میگوید که به منظور حفظ ثبات بازار و تامین نیازهای شهروندان، عرضه گاز مایع را با قیمت مناسب از طریق فروشگاه‌های مربوطه در شماری از ولایت‌ها ادامه داده است. به گفته این شرکت، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گاز مایع در فروشگاه‌های این شرکت در ولایت‌های کابل و پروان 66 افغانی، در بدخشان 67 افغانی، در بلخ 64 افغانی و در هرات 60 افغانی به فروش می‌رسد. این شرکت همچنان گفته است که تلاش می‌کند نیازهای مردم در نقاط مختلف کشور را به موقع تامین کند. و در خبر آخر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که کار ساخت پل هوایی چهارراهی برکی 50% و کار ساخت جاده زیرزمینی این پروژه 85% پیشرفت کرده است. و گفته این معاونیت هزینه این پروژه 1.5 میلیارد افغانی است که از بودجه دولت پرداخت می شود و قرار است در نیمه نخست سال 1406 خورشیدی تکمیل شود. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.